سلام. توی این ویدیو میخوایم ببینیم که چطوری میتونیم این قسمت قبل رو حذف کنیم یا حالا مقدارش رو به حداقل برسونیم. چند تا مرحله داره، به ترتیب با هم دیگه انجام میدیم. خب اول میریم سراغ ابزار پنتول رو انتخاب میکنیم. توی این مرحله باید دقیقاً از بالای قسمت قبل یعنی از درست زیر چونه یه مسیر ایجاد بکنیم و بعد این مسیر رو تبدیل کنیم به یه سلکشن. برای اینکه وقتمون گرفته نشه من قبلا این مسیر رو با استفاده از پنتول ایجاد کردم. حالا توی مرحله باید تبدیلش کنم به یه سلکشن. رایت کلیک میکنم، میام روی گزینه میک سلکشن. برای این عکس من ردیس 2 پیکسل رو انتخاب میکنم که به اندازه 2 پیکسل فدر داشته باشه. روی لایه بک‌گراند هستم، با زدن دکمه کنترل جی یه کپی از این قسمت میگیرم. این چیزیه که الان روی لایه بالایی وجود داره. حالا دوباره برمیگردم، لایه بک‌گراند رو انتخاب میکنم. باید همون سلکشن قبلی رو داشته باشم. برای ایجاد کردن همون سلکشن کنترل رو نگه میدارم، میام روی تامنیل لایه بالایی کلیک میکنم تا سلکشنم لود بشه. الان تو این مرحله به برعکس این سلکشن نیاز دارم. میرم به منوی سلکت و بعد گزینه اینورس رو میزنم یا از شورتکاتش شیفت کنترل و آی استفاده میکنم. روی لایه بک‌گراند هستم، دوباره با زدن کنترل جی یه کپی دیگه میگیرم. ببینید الان یه لایه داریم به این شکل و یه لایه دیگه داریم به این شکل. خب حالا من دوباره لایه ها رو روشن میکنم. میام این لایه وسطیه رو انتخاب میکنم. بعد میرم سراغ ابزار رکتانگولار مارکی تو. میام از داخل گردن یه سلکشن اینجا ایجاد میکنم. یعنی در واقع باید دقت کنید که سلکشنتون از گردن مثل این حالتی که الان هست خارج نشه. این باید داخل گردن باقی بمونه تا کارتون راحت تر باشه. میام یه سلکشن اینجا ایجاد میکنم به این شکل. حالا میرم به منوی ادیت و بعد میام روی گزینه فری ترانسفورم یا از کنترل تی هم میتونید استفاده کنید. داخل این قسمت رایت کلیک میکنم و بعد گزینه وارپ رو انتخاب میکنم. حالا میام قسمت قبل رو هول میدم زیر چونه. به این شکل. حالا دکمه اینتر رو میزنیم تا تغییراتی که انجام دادیم اعمال بشه. برای اینکه این سلکشن رو هم دی سلکت کنم میتونم برم به منوی سلکت و بعد گزینه دی سلکت رو بزنم. خب بیام یه نگاهی بندازیم. من این دوتا لایه رو میذارم توی یه گروه. این لایه روشن خاموش کنم. قبل از بین رفته ولی یه جوری همچنان. دوتا کار دیگه باید انجام بدیم. یکی این که بیایم این قسمت چونه رو یه ذره اصلاح بکنیم با استفاده از قسمت لیکویفای و مرحله بعدی این قسمت گردن که خیلی روشن رو هستم اینم باید اصلاح بکنیم. خب من میام کنترل شیفت آلت و ای رو میزنم تا یه لایه ساخته بشه، یه مرج ویزیبل ساخته بشه. میرم به منوی فیلتر و بعد میرم قسمت لیکویفای. این ابزار اول رو انتخاب میکنم. مقدار پرشر فشار رو میزنم روی 30 و مقدار دنسیتی رو هم گذاشتم روی 25. یه ذره بریم جلوتر. یکم میام این قسمت چونه رو فرمش رو اینجا اصلاح میکنم. ممکنه برای همه عکس‌ها نیاز نباشه این کار انجام بدیم. خب یه همین چیزی. اوکی رو میزنیم. حالا تنها چیزی که باقی مونده اصلاح کردن این قسمت زیر چونه است. به خاطر اینکه ما این قسمت قبل رو هول دادیم به سمت بالا، این زیر گردن، این زیر چونه خیلی روشنه و یه جوری انگار که فیک این قسمت. میام از قسمت ادجاستمنت لیرها یه کرو ایجاد میکنم به این شکل. لایه‌اش رو برعکس میکنم با زدن دکمه کنترل آی. حالا میرم ابزار براش رو انتخاب میکنم با مقدار فلو 2%. برای فورگراند هم رنگ سفید رو انتخاب میکنم. میام این زیر رو یه ذره براش میزنم تا تیره تر بشه. اینجوری حالت طبیعی تری پیدا میکنه. باید دقت بکنید که براشتون روی قسمت چونه نیاد وگرنه دوباره اختلاف روشنایشون همون مقدار قبل باقی میمونه. فقط باید زیر چونه رو براش بزنید. طبیعیه که برای همه عکس‌ها نیاز نیست این کار انجام بدید. خب برای اینکه وقت خیلی گرفته نشه همینقدر کافیه. من این دوتا لایه آخر رو هم میذارم داخل این گروه تا قبل و بعدش رو ببینیم. قبل و بعدش. خب امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه. مثل همیشه اگر سوالی داشتین میتونید تو قسمت کامنت ها بپرسین. خیلی متشکرم که این ویدیو رو تا انتها نگاه کردید.